اطلاعیه شماره 19 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل. قابل توجه شالیکاران گرامی، عارضه نرمی در شالیزار و راه‌های برطرف کردن آن، وجود مقدار زیاد ماده آلی در خاک، عدم وجود شرایط مناسب زهکشی در مزرعه، استفاده از ماشین‌آلات سنگین و نامناسب برای شخم و شیار و آماده سازی زمین. مجموعه شرایط یاد شده موجب می شود تا ترکیب سیاه رنگ سولفید آهن روی ریشه رسوب کرده و به همراه تجمع گازهای زیان‌آور مانند هیدروژن سولفور علاوه بر نارسایی در جذب مواد غذایی توسط گیاه برنج، ریشه برنج سیاه می شود. علائم عارضه که معمولاً حدود 2 تا 3 هفته بعد از نشاکاری مشخص می شوند. وجود لکه‌های قهوه‌ای مایل به آجری در روی برگ‌های مسن و تغییر رنگ ریشه‌ها به رنگ سیاه. راه‌های درمان: آبیاری تناوبی، خشکاندن زمین تا حد ایجاد ترک مویی پس از بجین اول تا مرحله جفت پر حداقل در 2 نوبت. استفاده از کودهای مورد نیاز بر اساس آزمون خاک به ویژه کودهای پتاسیمی قبل از نشاکاری و با مشاهده اولین آثار نرمی در مزرعه. انجام شخم مزرعه پس از برداشت محصول و در حالتی که خاک خشک است. وجود فاصله زمانی بین آماده کردن زمین و انجام نشاکاری. در زمین‌هایی که نرمی دارند و ماده آلی خاک کافی است، برای رفع مشکل نرمی در این اراضی بهتر است کاه و کلش بعد از برداشت از مزرعه خارج شوند. جهت کسب اطلاعات تکمیلی به کارشناسان مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه فرمایید. روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل.